مهدی آقا مهدی چرا سلام سلام، چه احوال؟ خوبی؟ نه. چرا خوب نیستی؟ ناراحتم. چرا ناراحتی؟ چند روزی نبودیم. قربونت برم ما رو محدودی سازی کرده بودن. دلتنگ شده بودی؟ نه. کسی تو رو آدم حساب نمی‌کرد به خاطر اون ناراحت ریدم دهن. آره. چقدر تو سلیس و راحت میتونی فوش بدی. خیلی سنی. من راحت سلیس هیچ چیم با من کاری نداره. خیلی بی‌ادبی. من بی شخصیت. آخ. بارون نمیدی چرا برفاکنشو زده. آقا مهدی این انتیه دادی به من 207 ازم گرفتی. چی رو میگی؟ ماشینه میگم. سوار بنز شدی دادم بنز سوارش عشق کنی بیادب. نه این صدا نگاه. صدا موتور رو داری؟ صدا اگزوز خرابه. از پارکینگ میام بیرون همسایه‌ها فکر میکنن ما نداریم که اگزوزمون اینجوریه. احمق اون پول دادم بابت اگزوزش. ریدم تو ماشینش. ماشین کی؟ من 2 ساعت دارم میام برای منه بعد تابلو میکنی. ماشینت. برو گمش. برو. آقا مهدی سواریش چطوره قربونت برم؟ بنز و به هر حال دیگه یه ماشین حرفه‌ای و فرسون 9 سواریش چطوره؟ واقعیتش من نبایستم دیگه پشت این ماشین صحبت کنم. برای چی؟ چوسی به ناشکار. چی؟ چوسی با مال مردم. با مال مردم چی؟ احمق من میگم برای من نیست. حالا یا راش یعنی چی؟ بستم بهت نمیاد. آها. من نمیاد نه؟ چرا به تو میاد کو ولی بنز خیلی ماشین با چلاسیه. باشه قربونت چرا به تو پورت موستانج میاد. من نوکرتم یعنی آره. من آدم با کلاسی نیستم. نه احمق. تو آدم با کلاس با شخصیتی نه ماشین اینا بهت نمیاد. دوت بهت میاد مثلا. خیلی